بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، ارکان نماز و یا فرایض داخلی نماز 6 دانه هست. اول تکبیر تحریمه، دوم قیام، سوم قرائت، چهارم رکوع، پنجم سجده، ششم قعده اخیر. تکبیر تحریمه همو تکبیر شروع نماز میگه که همچنان به نام تکبیر افتتاح و یا تکبیر اولا هم یاد میشه. به خاطر تکبیر افتتاح میگن که شروع نماز از همی است. به خاطر تکبیر تحریمه برایش گفته میشود که قبل از نماز کدام اعمالی را که خارج از نماز انجام میدادیم همه بر بالای ما حرام میشه و باید متوجه به نماز خود باشیم. و تکبیر اولا به خاطر برایش گفته میشه که اولین تکبیر نماز امی هست. دوم گفتیم قیام. قیام به معنای استاده شدن. در نمازهایی که فرض هست و واجب هست، استاده نماز خواندن ای فرض هست. اگر ما با وجودی که استاده میتونیم نماز بخوانیم، به حالت نشسته نماز میخوانیم، در نمازهای فرض و واجب نماز ما درست نمیشود. اما در نمازهای سنت و مستحب اگر کسی نشسته نماز میخوانه و قادر به استاده خواندن هم باشه، مشکل نداره، نمازش میشه. اما بهتر و اولایی هست که باید استاده نماز بخونه. سوم گفتیم قرائت. قرائت خواندن قرآن کریم. از هر قسمت قرآن که بخوانیم، یک آیه را هم بخوانیم، این قرائت ما ادا میشه. اما خواندن سوره فاتحه و خواندن یک سوره بعد از او، این واجب است که در واجبات نماز در ویدیوی مستقل ما بیان کردیم. چهارم رکوع. رکوع کردن این هم از جمله ارکان نماز هست. پنجم سجده گفتیم. سجده، هر دو سجده از جمله ارکان و یا فرایض نماز هست. و ششم قعده اخیر. چی معنا؟ نشستن آخری. به این معنا که ما در التحیات میشینیم، وقتی التحیات خلاص میشه به اللهم صل علی شروع میکنیم و نماز خود خلاص میکنیم. این نشستن این فرض هست. اما ما قعده اولا هم داریم. مثلا اگر نماز 3 رکعت و یا 4 رکعته باشه، وقتی 2 رکعت میخونیم میشینیم در التحیات، وقتی التحیات خلاص شد بلند میشیم بر رکعت دیگه. این نشستن فرض نیست، این واجب هست. اما نشستن اخیری از جمله فرایض یا ارکان نماز حساب میشه و او هم به اندازه خواندن التحیات، بعد از او باز فرض نیست. پس دوستان عزیز، این بود از جمله ارکان نماز. اگر کسی ارکان نماز را سهوا و یا قصدا ترک میکنه، نمازی از این نمیشه و دوباره باید لازم هست که نماز خود را از سر بگردانه. و من الله توفیق.